سفر کردم که از یادم بری، دیدم نمیشه آخه عشق عاشق از دوباره این دختر اومد. بابایی بله. بابایی کجایی؟ جونم چطوری؟ بدم بد. آره این که معلومه تو همیشه دختر بدی بودی. نه خیلیدم از اون لحاظ نه، از لحاظ دیگه. از چه لحاظایی مثلا؟ تو نگاه کن تو چشم این گربه مظلوم. خب چه شده؟ مشکلش چیه؟ از گشنگی میمیره. تو این فارمه که درست کردی اصلا به درد نمیخوره، هر 3 ساعت یه دونه میده به زور. خب بهتر از این چیه که فلفل بابا؟ نه این کوچیکه، این تو سن رشده. این چرا میگی این خب یه دونه اسم واسش انتخاب کن. خب اسمشو چی بذارم؟ بذار فکر کنم. خب من فلفلم هم قرمزه، این هم میذارم فلفل، چون سیاهه اسمش فلفل سیاهه. راست میگی، عجب اسم باحالی. وایسا اینم فلفل تو قرمزه، اسمت فلفل قرمز. نه تو که فلفل خالی که. خب این فلفل سیاهه ولی. راست میگی دیگه، 2 تا فلفل که نمیشه. خیلی اسم قشنگیه، مبارکش باشه. فلفل سیاه خیلی باحاله. خب میگفتی الان مشکل فلفل سیاه چیه؟ مشکلش اینه که گشنه. خب این مشکله که ما هم داریم. الان این آخرین آذوقه غذاییمونه و دیگه بعدش هیچ غذایی واسه خوردن نداریم. خب بفرما دیگه بدبخت شدیم، چون فارمت هم خرابه. فارمم خراب نیست، خیلی هم خوب کار میکنه. تو بلد نیستی، تو همیشه یاد گرفتی که حاضری خور باشی، سریع یه چیزی به دست بیاری. اوکی الان میبینیم. ببین از زمان انتقام جیان خیلی گذشته دیگه، مثل اون روزا فراوانی نیست، قحطی اومده. بابای من نمیتونم، من خودم هم گوشنم، یه کاری بکن. تو چه عجب بابایی گیری افتادیم. خب ببین من یه سری کارهایی کردم، البته نیاز به کمک تو دارم. فعلا نمیتونیم غذای فلفل سیاه رو تعمیر کنیم، باید خودمون رو سیر کنیم. فکر کردیم ما دوتا مثل توییم، اینقدر چاق باشیم از چربی ذخیره بخوریم؟ چی داری میگی؟ مگه من شطورم که از کوهانم بخورم؟ من نمیدونم، بیایم مشکل حل کنم. من بشم فلفل سیاه بشم. ببین تنها چیزی که میدونم اینه که ذخیره غذایمون داره تموم میشه. اول باید به فکر خودمون باشیم. بعدش هم مگه نشنیدی یه دونه هیولا تو این سرزمین هست که ماهیا رو میخوره؟ کسایی هم که میرن لب آب بخورن اونا رو میخوره. وای یه کاری بکن بابایی. ببین بیا اینجا، من یه سری تدابیر اندیشیدم. اگه ببینی 2 تا گوسفند اونم به زور پیدا کردم که اینجا بستمشون. بعدش هم اینجا میخوام یه فارم را بندازم و حسابی گندم بکاری. آره بعد این گربه ملوست فلفل سیاه رو راضی کنی که گوشت گوسفند بخوره. البته نمیدونم قبول میکنه بخوره یا نه. آره بابا فلفل سیاه خداشه قشتی کموه مثل خودمه. ای فلا، پس بهتر شروع کنیم دیگه. فلفل بابا جونم واسه شروع نیاز داریم به دایمن. یه 20 دونه دایمن من گذاشتم تو کمد تحریرت. برو اونا رو بیاره تا یه داست درست کنیم و اینجا رو آبادش کنیم. بیوه چه شفتم بیاره بابایی. جونه بابایی داری بیای؟ ای فلا. خب ای فلا بدشون به من. بفرمایید بابا جونم. این از بون میلا. خب به دایمناشو قربون بده به من. یه ضرب چوب بده.
تویبم دارم بفرمایید. مرسی دختر گلم، ایشالا بزرگی. آره خب عروسی تو ببینم. نه من نمیخوام. چی من نمیخوام؟ تو هم باید عروسی کنی. نه خواهم من نمیخوام. غلط میکنی نمیخوای. خب فلفل بابا گوش کن. ادامه تحصیل بدم. آره ادامه تحصیل. خب این از این. بله آها. خب این از این. فلفل بابا گوش کن، ما اینجا راحت میتونیم یه فارم گندم را بندازیم و از این قحطی زدگی در بیاییم. دلم خیلی روشنه که با وجود این گوسفندا کم کم یه دامداری خوب میزنیم و دیگه هیچ موقع گرسنه نمیمونیم. چی کبابایشو نخوردیم. آره خب این از اینو. فقط باید بازم بذر گندم پیدا کنیم. فلفل بابا بیا بریم اون ور علفای هرزو بکنیم، بذرهای گندم پیدا کنیم بیایم اینجا بکاریم. آی خسته شدم فلفل بابا. منم همینطور. ببین چقدر جمع کردم. وا بنازم دختر خوشگلم. بده ببینم چند تا شد. منم 18 تا جمع کرد. خب خوبه. چرا خودت ور میداری؟ دستش چسب داره لامصب. خب یا بکاریم اینجا ببینم. آره این خیلی خوبه فلفل. ببین اوضاعمون اصلا خوب نیست، بازم کم داریم، ولی خب فعلا همین هست، کارش نمیشه کرد. البته من یه عقل خوبی که انجام دادم اینه که یه مقدار از قبل گندم جمع کردم. بیا دنبالم. آفرین به بابا جونم، بالاخره مغزش رو کار کرده. بی تربیت یه حرفا رو نزن. بیا نگو نکن سر منو. خب وایسا ببینم این گندم ها رو از اینجا ور میداریم، فعلا کارو با اینا در بیارم. خب فلفل بابا گوش کن، ما باید سریعا کارخانه خط تولید سوسیس و گوشت رو را بندازیم. بیا بریم پیش بابایا. بابایی چه بازی گوشی، نه 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 مثل خره چموشی، نه 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 نه. خب بیا اینجا بودم خوشگلا. آماده ای؟ میخوای چیکارشون کنی؟ فلفل بابا چقدر صورتش شبیه تو. خیلی بی‌تربیتی. البته که من قیافم فتوکپی بابامه. فوتوکوپی خبه. بیاد ببینم یکی تو بخور یکی تو. الان بابای کوچولو میاد. سرعت زیاد. کف کردی؟ الان 3 تا دونه بابایی داریم. یکیش اسمشو میذاریم فلفل، اون یکی رو میذاریم فلفل سیاه، اون آخری رو دیگه اسم نداریم. فلفل دلمه‌ای. آفرین فلفل بابا. حله باید صبر کنیم این بزرگ شه، بعد بیایم اینا رو هی گسترشش بدیم. حله چشاته. آجه بیا بریم یه سری به فارم بزنیم ببینیم مشکلش چیه. ای خدا فلفل، من دلم خیلی روشنه به این شهر. این شهر وقتی آباد بشه خیلی عالی میشه. وایسا ببینم صدای ناله بره اومد. نکن فلفل دلمه‌ای حالش بده. نمیدونم بودو ببینم چی شده. یا خدا خدای خودت بخیر بگذرون. فلفل دلمه‌ای آخ بودو فلفل بودو. وای نه خدا شکر سالم انگار. آخش خیالم راحت شد، فکر کردم مرده سقط شده. سالمه، میبینی داره غذا میخوره. باباش کو؟ باباش اینه. مامانش هم اینه. این هم واسش پدر بوده هم مادر. چی میگی؟ ما 3 تا بابایی داشتیم. مگه میشه؟ یعنی چی؟ 3 تا بابایی؟ راست میگی؟ پس اون یکیش کو؟ فلفل بابا گوشش واسه من فیلم بازی نکن. واسه خاطر این گربه ملوست یه دونشو گلابی کردی که بدی به این بخوره. ما خودمون داریم از گشنگی میمیریم. آها بابایی به این گندگی که 3 تا قد و هیکل من رو گوشم تو جیبم حتما.
یعنی چی؟ یعنی میگه این بابایه چی شده؟ غیب شده؟ مگه میشه؟ شاید تو درش واگذاشتی رفته. اصلا این در نداره، در هیچ کدومش نداره، همش فنسه. مگه میشه؟ این چه سری بزرگ شد، نگاش کن. خب آره دیگه بزرگ میشه دیگه. خب الان این جای پدرشو که البته دم کن ببینم. خب الان ما ضرر کردیم. ما اول 2 تا بابایی داشتیم شد 3 تا، الان دوباره 2 تا داریم. من نمیدونم بابای عروفن شد پریده رفته. برو بگرد بجوریش بابایی. مگه میشه؟ الان سب کن ببینم. اصلا یه کاری میکنیم از نو. بیاد اینجا ببینم. خب این از این، اینم از این. خب اینا که بابا حالیشو نی زبون ما رو که. خب الان شد 3 تا دیگه، مشکلمون حل شد دیگه. آره بابا بریم. بیا بریم، بیا بریم ببینم. خیلی کار داریم. خب کجا میخواستیم بریم؟ خواستیم ببینیم فرمی که تو خراب درست کردی چرا خرابه. خراب درست کردم؟ چرا خرابه؟ یعنی چی؟ من نمیدونم. دوباره صدای بابایی اومد که. خیلی صدا میکنن دیگه. مگه میشه آخه؟ بودو ببینم دوباره بودو. ای خدا عجب گیری افتادیم و خدای من چه اتفاقی داره بیفته. فکر کنم تلس شدیم فلفل بابا. چرا دوباره 2 تا بابایی داریم؟ با خدای بابایی کوچیکه فکر کنم بابایی خواره. بابا بابایی کوچیکه بزرگ شد، پدر شد، دوباره بابایی شد، دوباره از 2 اومد. خب این بابایی کوچیکه فکر کنم کوچیکا مامان باباشونو میخورن. فلفل بابا جلسه اضطراری دنبالم بیا. ای خدا. بریم. آخ من به یه چیزای شک دارم فلفل، باید بهت خبر بدم چیه. یعنی چی؟ به چی شک داری بگو بیا ببینم. بیا بالا تا بهت بگم. بشین رو میز جلسه که خیلی اضطراریه. ببین فلفل بابا گوش کن. فکر کنم که غلط نکنم دزد داریم. چی؟ دوست؟ آقا مگه میشه داخل شهر ما هنوز هیچی نیومده به خاطر اینکه اینجا اصلا کامل نیست. خب همون دیگه، به خاطر اینکه کامل نیست و ما چند وقت تازه اومدیم اینجا. فکر کنم اینجا یه سارق دزدی چیزی داشته باشه. مگه میشه ما هی بره درست کنیم هی بیاد بدزده؟ یو خدا بابا جونم نکنه بیا منم بدزده. من بچه کجولوام. راست میگی، تو هم زیادی شبیه گوسفندی، شاید تو هم بخواد بدزده. خیلی بیشوری واقعا که بعد متاسفم. به که بشی اینجا یه بچه 5 ساله مخسره کنی. اگه راست میگی مرد گنده برو یارو رو گیر بیار. فکر کنم الان هم 2 تا باباییمون هم دیگه نیستن. فلفل بابا اون چیزی که من فهمیدم این دوسته خیلی زرنگ و مکاره. یه جوری دوستی میکنه که ما فکر کنیم هیچ اتفاقی نیفتاده. همش 2 تا بابایی داریم، هرچی ما اینا رو زیاد کنیم دوباره 2 تا بابایی داریم. یه جوری دوستی میکنه که ما نفهمیم. بیان که ما فهمیدیم بنده خدا از مغزم تو گردش نده. میگی چی کار کنیم؟ نقشت چیه؟ نقشم اینه که باید کشیک وایسیم ببینیم چه خبره. البته یه ذره سخت این کار ولی یه فکری دارم. من یه صندوق اضطراری دارم که توش یه سری وسیله هست. توی اندرشستم یه وسیله هست که دکتر برام ساخته بود. یه دونه پهوا درونه، شاید بتونه کمکمون کنه. خب بیا بریم ببینم. پاشو اول باید بریم گوسفندا رو زیاد کنیم و منتظر بشیم که شب بشه. دنبال من بیا. با فلفل بابا همه چی انجام شد. الان شبه و 4 تا گوسفندم داریم. باید ببینیم که دزد نامرد این دهکده کیه. آره پیداش میکنیم. من بدونم باش چی کار کنم. آره پوستشو میکنیم. بیا از اینجا دید داریم قشنگ.
اه، البته یه ذره تاریک فلفل پیدا نیست. میخوای بیا رو شونم که بهتر ببینی. گربت واسه جیبت. باشه آفرین، بیا رو شونه من. اومدم. فلفل بابا اومدی بالا؟ ای والا. آیه خب بذار ببینم اینجا قدم نمیرسه. ببینم باید امشب مچ آقا دزده رو بگیری. وای به حال فلفل اگه کار تو بوده باشه. کی گفته کار منه؟ اصلا خودت اگه راست میگی پهپادت کش اصلا این همه سخنرانی کردی. اول بذار یه چیز مشکوک ببینیم بعد پهپاد رو میکنم. تو فقط یه دونه دوربین به من بده. بفرما. آها ممنونم. خب بذار ببینم. فعلا که خبری نیست. 4 تا بابایی. آره. چیزی میبینی؟ اگه چیز مشکوکی بود بهت میگم فلفل بابا. بذار زوم کنم قشنگ. آخه هیچ خبری نیست فلفل. مطمئنی؟ فلفل بابا هیچی نمیبینم. داری چرت و پرت میگی. اصلا دزدی وجود نداره. خب پس یعنی چی؟ بگی بابا حتما تو بابایی رو میخوری منو پیشیم آره نخوری. باشه 2 بار من بابایی میخورم. هیچ دزدی وجود نداره. نقشمون به سنگ خورد. تو برم از جلوترم ببینم. اما معلوم میشه که اینا چیزی دارن گم میشن. ساکت شو. انقدر سر صدا نکن. بذار ببینم چه خبره. باشه ساکت میشم دیگه. هیچی نمیگم. هیچ خبری نیست. هیچی نمیبینم فلفل بابا. خوب نگاه کن. نه هیچی اونجا نیست. درختا رو ببین. خبری نیست فلفل بابا. هیچی نمیبینم. امنه. عجیبه. یعنی کار کیه؟ نمیدونم به خدا. فهمیدی به منم بگو. نمیدونم یعنی چی. فلفل بابا اونجا رو میبینی؟ پشت درخت. کجا این دیگه چیه؟ یه گرگ آرژیبیه. وای مگه میشه؟ مگه میشه آقا گرگه اومده بابا یارو خورده. بدبخت شدیم. فلفل بابا وایسا اینجوری نمیشه. باید پهپادم رو روشن کنم. باید شناساییش کنم. صبر کن. پهپاد رو روشن کن. پهپاد اینه. ای والا. بذار ریموتشو بگیرم. الان میذارمش رو حالت رادار. آره مچ این آقا دزده رو میگیرمش. این که حالت زره نیاز ندارم. حالت مبارزم نمیخوام. حالت مدیک هم نمیخوام. رو حالت رادار دیگه. حتی غیب هم میکنه. غیب شدی فلفل. وایسا ببینم. آها حالت رادار. ای والا افتاد رو حالت رادار. فلفل بابا میبینی؟ دور همه چی سفید شد. الان آقا گرگه رو از اون پشت داریم ببینیمش. ای والا دیگه گمش نمی‌کنی. بهتره این مشعل بنازم دور. خب بذار ببینم میخواد چی کار کنه. چه غلطی کنه؟ داره نزدیک میشه. ببینم. حواست باشه بگیرش. برو نزدیکش. نمیتونم بگیرمش. بعد ببینم کجا میره. الان فکر کنم کم کم گوسفندا رو بدزده. استایل حمله گرفت فلفل. منو نبینه فلفل بابا. چی کار میکنه؟ نه فکر داره کنم میره حواسش بمونی. سمت گوسفندا. یا خدا. وایستاد داره گوسفندا رو نگاه میکنه. داره میشمارتشون فکر کنم. تعجب کرده تا حالا 4 تا گوسفند نداشتیم. داره خوشحالی میکنه. ای لعنتی روباه مکار. نمیدونم گرگه یا روباه ولی داره خوشحالی میکنه. چه چون صافت. از اینکه ما این همه بابایی داریم خود بدازشون. خیری هم میده لامصب. خب الان میخواد چیکار کنه؟ این چیه؟ یه میله برداشت فلفل بابا. رفت سمت گوسفند. داره چیکار میکنه؟ گوسفند دزدید یه کاره. خدا
داره میره فلفل، داره میره. باید بریم دنبالش. بگیرید. آخ آخ. ببین داره نباید کجا میره. بذاریم فرار کنه فلفل بابا. آخ آخ، حواسم بهش هست. آخ آخ آخ، داد نزن فلفل. بذار بره ببینم کجا میره، باید تعقیبش کنیم. میخوای آدرسشو بجوریم؟ آره بخوام ببینم کجا میبره گوسفندامون این بودو کثافت. آخ آخ آخ، بابایی بگیر اینو. حواسم بهش هست. خوب شد این پهباده رو آوردیم و والا توی تاریکی گمش میکردیم. آره اگه گم شه بدبخت میشیم. کثافت یک کاره، نگاه چجوری داره گوسفند رو بغل میکنه میره. باید بریم دنبالش ببینیم کجا داره میره. میکنه اینو دزدیده. آخ آخ، لعنتی. میدوه کثافت. آره اونجا دیگه کجاست؟ کلبه دیگه چیه؟ فکر کنم اینجا نه خونه‌شونه. بابا اونجا انباری خودمونه. یعنی میبرشون تو انباری خودمون. نمیدونم الان معلوم میشه. بسه بریم. برو دنبالش. برو گمش نه نکنی. نه اینجا. اوه اینجا چیه؟ نه فکر نکنم اینجا هم ببره. اینجا ما رو پیریجر بس. نگاه چجوری داره گوسفند رو میبره. آخ آخ دوست یک کاره. بالاخره پیدات میکنم. بریم حسابی دنبالش. آخ فلفل بابا دیگه نا ندارم. دیگه خسته شدیم. یه روز تموم داره راه میره. لامصب. آش صبح شد هنوز نفهمیدیم این داره چی کار میکنه. تو هم که اصلا نمیای پایین یه ذره کمک من کنی. من خستم میشه. بذار این برسه ببینم کجا میره بعد میام پایین. ببینم غیب شد لعنتی. دیدمش. آخ آخ داره میره سمت اون ساختمونه. اون ساختمونه چیه؟ وای یا خدا اونجا دیگه کجاست؟ فکر کنم همینجا میره. بس ببینم. آخ همینجا خوبه. بذار کم کنم. جونم. رفتش داخل رستوران. یعنی میگه ما هم دنبالش بریم داخل. چاره ای نیست فلفل بابا. باید بریم داخل این رستوران ببینیم چه خبره. آی رفتمون نکنن. فکر نکنم دیگه اینجا این دیگه چه رستورانیه؟ اسمشو نگاه کن. این که مگه دونالد ترامپ نیست؟ نه این اینه. این میدونی این مکدونالد دیدی اولش ام زرده. اوه این رستوران سگ دونالده. آره نگاه کن ترامپ و قیافه‌شو ببین. انگار انگشتش رفته تو دماغش. سگ دونالد دیگه چه رستورانیه؟ آخه همون گوهه که مثل سگ بود رفت تو اینجا دیگه. چه اسم خودشو گذاشته. یعنی میگه ما بریم تو اینجا و میترسم برم تو اینجا. چرا ما هر جا میریم سگیه؟ نمیدونم. اون موقع ها که داگوارز بود کلن زندگی اون سگیه. چی کار کنم فلفل بابا. منم شانسم اینه دیگه. بذار بریم تو ببینیم چه خبره. چقدر مشتری. بنازم غذا رو ببین. فلفل بابا لیموناد میخوای؟ یادت بود لیموناد زمزم میخوریم با تیتاب؟ آره وای ما داشتیم از گرسنگی میمردیم. بعد همچین رستوران لاکچری اینجا بوده. آخ خدا خیر بده به باسبانیش. مربا داره. اینو نگاه کن کیک گیلاسه. وای بابای دلم میخواد برام بخواه تو رو خدا. وایسا ببینم کی به کیه اینجا. خب غذا رو ببین. تا چش کار میکنه غذا هست. بخوریم. فلفل بابا اینا خیلی غذای خوشمزه ایه. متصدی رستوران رو ببین فلفل. ای خود ناکسشه. آره خودش همون دزده است. ولی باید عادی طبیعی کنیم فلفل. بیا بریم جلو ببینیم میتونیم. از کجا اینا رو می آورده؟ مگه نگفتی تو این سرزمین هیچی واسه خوردن نی؟ این فلفل بابا. فلفل جونم کنم همینه.
این باباییمونه؟ آره فکر کنم. نگو گناه داره. این کتاب سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما سرآشپز اینجا هستید؟ او اسمش گرگلیه، نوشته سلام به رستوران سگ دونالد خوش آمدید. ممنونم. چه گرگ مهربون و کیوتی هم هستی و فلفل بابا. آره خیلی کیوته. یه لحظه. فلفل بابا جونم؟ نکنه این اون نیست، این خیلی مهربون تر میزنه. و الان میخوای پشت دخل بشینه عصبانی، معلومه که با مشتریش خندونه. بذار یه تستی ازش بگیریم، بهش میگی برقصه ببینیم میست اون وقت بندری میزنه. اگه همونجوری بود مطمئن میشیم خودشه. اوکی. سلام مجدد، خوب هستید؟ میگم که شنیدم شما خیلی رقصای خوشگلی میزنید، اگه میشه یه قره ریز برای ما بدید ممنون میشم. بله. اوه بنازم، به خودشه فلفل، همون قریه که میخواستم. به ای فلا جناب گرگلی میخوره که فلفل بابا این حشوه رو نگاه کن چقدر خفنه. چجوری گرفته حیوانای دریا رو؟ دیگه بالاخره بابا سرآشپز همه کار است مگه نه؟ میگم که جناب سرآشپز، این چیزی که من اینجا دیدم فکر میکنم که این گوشتات درسته حالا مشتریاتون زیاده، فروشتون بالاست، ولی این گوشتات خیلی وقت مونده نه؟ نوشته ما اینجا فقط از گوشت تازه گوسفند کشتار روز استفاده میکنیم. هر غذایی با گوشت میل دارید من در خدمتم. اوه فلفل فهمیدی چه میگه؟ میگه همش کشتار روزه. که کشتار هر روزتونه. اوکی. یعنی میخواید بفرمایید که تازه به تازه است گوشتاتون؟ خب اگه اینجوریه من یه درخواستی ازتون داشتم. میخواستم فرایند این کار ببینم آیا واقعا کشتار روز هست یا نه. اگه میشه به من نشون بدید. نوشته بله حتما همراه من تشریف بیارید. بله من در خدمتم، بفرمایید. خب من چجوری برم؟ از اون ور میام. اوکی اینجا یه در هست فلفل بابا. سلام علیکم. به جناب گرگلی بفرمایید. گرگلی خان بفرما، برای نهار بفرما، قابل نداره بفرما، از اون بالا داد میزنه گرگلی خان بفرما. فلفل بابا خودمونو نگیره بکشه. چرا اینجوری میکنه؟ ماشاءالله آمادگی بدنی در حد مایک تایسونه. بنازم آفرین. این که بره بابایچه بازی گوشه است. آخه این دیگه چیه؟ یا خدا اینو نگاه کن. یعنی الان میخوای کشتار انجام بدید؟ فلفل بابا چیکار کنیم؟ صحنه دلخراشه. بابایی این بابایی ماه بابایی گناه داره آقا گرگه. منظورش اینه که غذای ماست این باباییه. آره انگار غذای ماست. خب بفرمایید کشتار انجام بدید. بله یا خدا. بله به عالی به ببخشید این زپی که شما انجام دادید حلاله دیگه درسته؟ خب خدا شکر. بفرمایید جلو. بله خب فلفل دیدی که آقا گرگه ببخشید جناب گرگلی
زپش هم شهری بود هم اینکه گوشت تازه بود. البته اگه میشه رو زمین نماله جناب گرگلی. بله و دست درد نکنه. بالاخره مشتری میخواد بخوره. من میرم از در مشتری ها وارد شم. فلفل خودش بود. چی کار کنیم؟ بابای بابا بی خود ناکسش بوده. دیدی هی به من گفتی تو داری اینا رو میکشی واسه یه پیشی جونه. دیدی کار این بوده رستوران زده با اون یه دونه ببر های ما. خب ببین این یه خبر خوشه. اونم اینه که پس ماهی تو این سرزمین وجود داره که این ماهیای به این گندگی میاد میذاره جلو این ویلیجرها. ماهی رو نگاه کن تبر گردنشو نمیزنه. خب چون تونسته این کار رو کنه بعدش حرف بکشیم. آره ولی خب خطرناکه. بالاخره گرگه هرچی نباشه. بعد نمیدونم بذار ازش غذا بخری. خب خب برید کنار مگه نمیبینید صفه؟ برید کنار. سلام علیکم. سلام مجدد. اوه زبونشو نگاه. بسید شما این گوشت ما رو زبون زدی؟ نه خب فلفل بابا وقتش سفارش بدیم. جناب یادداشت میکنید سفارش ما رو؟ خب این چیه دفترتونه؟ خب فلفل چی میخوری؟ من استیک میخورم. استیک؟ 2 تا دونه استیک، 2 تا نوشیدنی، 2 تا نون تازه. بله بله ممنونم. و ببخشید اینا کی آماده میشه؟ نوشته بله الان آماده میشه. بنازم ای والا فلفل بابا رفت بیاره. آخ بنازم فلفل بابا کجا بشینیم حالا این همه جا؟ تو نمیخوای بیای پایین از اون شونه من؟ نه من جام خوبه پاهم درد میکنه خواستم. بابا بیا پایین بابا کمر من شکست. خب آخه بشینیم تا آماده شه. بله خدا رو شکر اومدیم یه چیزی خوردیم وگرنه که مجبور بودم دست بختی گندیده تو رو هر روز بخورم. از خداتم باشه فلفل بابا. یابو بیا اینجا ببینم. تو چرا میری رو میز؟ فکردی اینجا چاله میدونه؟ بیا برو بر خجالت بکش. مرتی که با جفا اومده بره رو میز. واقعا اصلا یه سری بهداشت رو رعایت نمی کنن. آره به خدا خودش هم زبون میزدی. نوشته تشریف یارید غذا آماده است البته قابل نداره. بیا بریم برید کنار. سلام علیکم. نوشته که قابل نداره. 2 عدد دایمه برای شما و دختر گلتون. چشم واقعا دایمه. بله بفهمه یه عدد. عذر میخوام دستم یه ذره چسب دارین از قدیم اینجوری بودم. اینم 2 تا دایمه خدمت شما. بله گرون فروشه. نه بابا خوب داره میگه 2 تا استیک و 2 تا نوشیدنی و بنازم استیک رو نگاه کن. وای حلالت باشه. بده من نوشیدنی هم بده. اوفی دلستر تازه دمه. گوش به قیمت کشتارگاه. یه دونه نوشیدنی اضافی دادید اشانتیونه؟ آقا به این آزم میگه سلامتی دیگه. ما بریم بخوریم دیگه. من بریم بودو فلفل بابا جونم. من هنوز گشتم نشده. بعد یه ذره بودیم گشتم بشه. عجب خب بذار بعدم بخوری. نه دیگه پیاده شو. منو بده. وقتش پیاده شی یه ذره بودیم. الان پیاده میشم. بده غذامو بده. بیا پایین. ترکوندی منو. بودو بودو ببینم. بودو باید گوشتمون بشه. من گوشتم مال منو بدین. بابا بیا جلو اینقدر قر نزن دیگه. به خاطر یه لقمه غذا باید الان کلی غذا بسوزونم. آقا اینجوری نمیشه. اینجوری فایده نداره.
بیا چیکار کنیم؟ ببین من تو رو میزنم تو منو بزن آخه این چه روشی جهاجا وایسا خب فلفل بابا الان گشتت میشه راحت میتونی غذا رو بخوری گوشتم نشه گوشت منو خب حالا نوبت تو بیا یه جوری بزنمت دیگه تو ابد گوش آی نشه. اونجا نزن یه سر بالا تو رو خدا بلندت نمیکنم میخوام حسابی گوش نچاره گشتمه تو رو خدا منو بلندی کن تو رو خدا مرسیشه آی بیا ببینم چیه بیا یه دونه استیک این نوشیدنی استیکت که ور نداشتی که اینم فودش و این نوشیدنیشو برم بالا واه عجب چیزیه اینم از استیکش دیگه چی داشت نونش هم بخورم بنازم خب اینم از این ولی هیچی غذای خودمون نمیشه آره غذا خودمون یه چیز دیگه است عجب گوشتیه بابا جونم ولی خیلی خوشمزه بود فلفل بابا آره دیگرم حال اومد اصلا با یادمون رفت بابا گوسفندامونو دزدیده چی داری میلونبونی بیا جلو ببینم راست میگی بیا نشقه بگیرشیم پیشولی بیا بیرون آخ فلفل سیاه که آخه بلد نیست نقشه بکشه ورش داشته آوردیش بیرون چی کارش داره چی کار به تو داره بعد یه جوری حال این یارو رو بگیریم اینجوری نمیشه فلفل بابا اصلا اینجوری نمیشه بعد از رستورانش بکشیم بیرون جریانو بهش بگیم یه جوری تهدیدش کنیم که دیگه نیاد سمت گوسفندای ما نظرت چیه؟ آخه نمیدونم یکم مردد اما چجوری اینو تهدید چرا؟ ما وسیله مسئوله داریم با همون پتکه آره میکنم من یه سری چیزا دارم نکنه یادت رفته جارو برقی دارم آره مثلا جارو برقی گرگریم کشی تو بغلت تا قدیم پنجه بزنه وسط صورتت اینم دارم باشه بیا پایین چرا رفتی بالا دنبالم بیا بیا تا بهت بگم آقا گرگه چند منه بیا ببینم یه منه یا دو منه آخ بیا اینجا ببینم آقا گرگه کجایی بیا بیرون میخوای پوستتو بکنیم بیا کجاست این بیا ببینم خب چطوری میگم که من با صحبت داشتم حقیقت نمیخوام اینجا جلوی فلفل کجایی رفتی با دوباره باشونم لعنت بهت میگم که نمیخواستم اینجا صحبت کنیم میشه باید صحبت خصوصی کنم نوشته بفرمایید کاری داشتید آره دیگه دارم میگم میخوام باید صحبت خصوصی کنم اگه میشه بیا بیرون پشت اونجا صحبت کنیم آره ممنون میشم بیا منتظرتم آره فلفل حواست جمع کنیم بفرمایید تو خدا بفرمایید دزدام گرگا مقدم ترن بله بفرمایید خب همینجا به نظرم خوبه بیا تشریف بیارید میگم که خوشگله ببین بازی دیگه بسه تو گوسفندای ما رو دزدیدی متوجه هستی چی بهت میگم ما زیر نظرت داشتیم و فهمیدیم که تو دزد گوسفندای مایی الکی هم عصبانی نشو چون دیگه لو رفتی پیش ما آره بهش اعتراف کن اینجا تحقیقاتته وگرنه که کار تمامه نوشته نه آقا دارید اشتباه میکنید کار من نبوده ببین من مطمئنم کار توه نمیخواد واسه ما فیلم بازی کنی این گوسفندم گوسفند من بود تو بلندش کردی و اگه بخوای
دوبارم نه 3 بار این کارو کرده بابا یاد باشه. آره راست میگه. اگه بخوای زیادی لاتیشو واسه ما پر کنی ببین ما مسلحیم. تازه پرتاب TNT هم تازه یاد گرفتم. نگاه کن ببین. اینطوری میتره کنیم. آره رستورانت میره رو هوا. حواست جمع کن. آره نوشته سوء تفاهم شده عزیز من، کار من نیست. ببین دیگه داری حوصله‌مو سر میبری. ببین به من میگن میلاد گوش بر. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگه عصبانیشم گوشموش میبرم. حواست جمع کن. یا اینکه دیگه اون ورا پیدا نمیشه، یا حسابی با فلفل خطر حالتو میگیرم بشر. حواستو جمع کن. این چرا مسلح نوشته نکنه حرف حساب حالیتون نمیشه. وای خدای من تفنگ از کجا آورده؟ نشونه گرفته وسط پیشونیت بابا. یا خدا خیلی خطرناک شد. خدای من. یارو گنگستر مافیاه. نوشته که حالا که اینجوری شد هر روز باید 2 تا گوسفند برام بیارید. الو مگه اینجا سر گردنه است؟ ای خدای من. کلا 2 تا داریم. تو چی تو ما دیدی؟